و خزاندار یا گفتیم نگهبانان دوزخ که فرشته ها هستند از جهت تمسخر و از جهت این کار میگویند آخر چرا شما اینجا آمدید؟ مگر پیامبران به نزد شما نآمده بودند؟ مگر وارثان پیامبران به نزد شما نآمده بودند که به شما آیت های پروردگارتان را تلاوت کنند و از این روز شما را بترسانند که به این روز نافتید؟ مگر برای به این روز نافتیدن الله به نزد شما پیامبرانش را نفرستاد؟ قالوا بله، آنها میگن بله آمده بود، ولیکن چیکار کردن؟ ولکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، عذاب الله بالای آنها، بالای کافران حقیقی می شود. چرا؟ چون پیروی نکردن. و امروز می بینید 2 روزه حیات است، حیاتی دنیا رو شما غنیمت داره، جوانی کن. همیشه شعرهای کافران سبحان الله، همیشه شعران شاعران منافق و شهوت پرست، جوانی کن روز جوانیت هست، دنیای 2 روزه است، 1 روز باش و خروس باش، مثل شعر زندگی کن. شعر زندگی کنی آنها فقط تا میتوانی بخور و کیف کن و چیکار خواهی کن است. مردم فراموش کردن. والله اگر ما دوزخ رو همان گونه که هست در خاطرمان داشته باشیم و همان گونه که هست از دوزخ بترسیم، کجا رسد آدمیزاد؟ به یک پشه حتی آزار ما نمی رسد. ولی ما فراموش میکنیم همیشه اون روز بزرگ رو، اون دهشت و اون سوختن و اون عذاب رو و به خود و به دیگران، هم به خود و هم به دیگر بنده های الله ظلممان و زیانمان میرسد. و اینجا الله چی میگه؟ یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. روز قیامت از چهرهش مجرمان را شناخته می شود، از موی پیشانی آنها کشاله کنان با تحقیر و با عذاب گران می برند. چگونه که امروز مسلمان ها را فرم پوش ها، چی در روسیه باشد چی در کشور خودمان باشد، که امروز می دانید که حکومت در دست فاسقان است. هر کجا یک برادر موحد دیندار یا یک خواهر دیندار همیشه در پیگیری یا گفتیم در زیر شکنجه هست، با 1001 تحقیر میزنند، کشاله میکنند، میکشند و گران زندان میبرند. آن روز دیگر فرشته ها مجرمین و کافران و منافقین را با تحقیر و با یک حالتی که خیلی و خیلی خوار و ذلیل و شرمندگی است کشاله کنان داخل دوزخ میبرند. و در